اگه احساس میکنی انرژی منفی اطرافت زیاده و هیچ چیز درست پیش نمیره، این ویدیو مخصوص توه. امروز با هم وارد سفری میشیم برای پاکسازی طلسم‌ها، سحرها، دعاها، جادوها و همه انرژی‌های گیر کرده درونمون. یه روش ساده وجود داره که بدون طلسم یا دعا انرژی‌های گیر کرده رو آزاد می‌کنی. سلام، من مهنازم. در ادامه با هم با استفاده از تکنیک ایموشن کد یاد می‌گیریم چطور با ناخودآگاهمون ارتباط بگیریم، منشأ انرژی منفی رو پیدا کنیم و اون رو آزاد کنیم. با من باشین. گاهی احساس می‌کنیم چیزی در زندگی ما گیر کرده. فرصت‌ها، آرامش یا حتی عشق انگار یه نیروی نامرئی جلوی جریان طبیعی زندگی رو گرفته. در بسیاری از موارد این میتونه حاصل احساسات گیر کرده یا حتی اثر انرژی های منفی، طلسم ها، سحرها، دعاها و جادوهای قدیمی باشه و حتی غیر ارگانیک ها. حالا من بهتون میگم چطور میتونیم اینا رو پاکسازی کنیم. ما باید از طریق شاغول با ناخودآگاهمون ارتباط بگیریم. تکنیک ایموشن کد. برای شروع پاکسازی باید با ناخودآگاهمون ارتباط بگیریم. یکی از ابزارهای ساده و دقیق برای این کار استفاده از شاغوله. با شاغول از بدن و ناخودآگاهت سوال میپرسی. توی ویدیوهای قبلی آموزش ارتباط با ناخودآگاه از طریق شاغول رو براتون گذاشتم. حتی آموزش این که ایموشن چیست. حتما به این لینک ها سر بزنید و این آموزش ها رو ببینید و در ادامه بعد از دیدن آموزش ها با من باشین. خب سوال میپرسیم آیا در بدن من انرژی گیر کرده وجود داره که آماده رها شدنه؟ حرکت شاغول پاسخ بدن و ناخودآگاه توه. اجازه بده بدنت نشون بده که کجا انرژی سنگین وجود داره. حالا وقتی که تونستیم این مورد رو سوال کنیم و این انرژی گیر کرده رو پیدا کنیم و بدونیم عاملش چیه، طلسم، سحر، دعا، جادو یا هر انرژی منفی دیگه، حالا وقتشه که از طریق آهنربا اونا رهاسازی کنیم. وقتی منبع احساس یا انرژی منفی مشخص شد، با یک آهنربا از بالای سر دقیقاً پایین گردن قبل از اینکه انتهای گردن کمر شما شروع بشه، آهنربا رو به سمت بالای سر میاریم تا به سمت روی سر، از روی پیشونی رد میکنیم، از روی بینی رد میکنیم و میرسیم به پشت لب، یعنی تا بالای لب. آهنربا رو 3 بار این کار رو تکرار میکنیم و میکشیم. در حالی که ذهنت رو متمرکز میکنی روی رهاسازی اون انرژی، آهنربا به صورت نمادین و فرکانسی انرژی گیر کرده رو از میدان مغناطیسی بدن تو خارج میکنه. بچه‌ها من یه ویدیو گذاشتم در رابطه با چاکراها و جریان انرژی توی چاکراها و میدانهای انرژی و کانالهای انرژی. لینکش رو میذارم براتون. حتما این ویدیو رو ببینید که بدونید چطور ما میتونیم از طریق آهنربا و مغناطیس این جریان انرژی رو به بدنمون برگردونیم. میتونی همزمان با این کار این جمله رو تکرار کنی و تمرکز کنی و بگی من این انرژی رو آزاد میکنم و اجازه میدم نور جایگزین بشه. بچه در پایان چند تا نفس عمیق بکشین. نفستون به چه شکل باشه؟ فکر کنید مرکز نفس از سمت قلب شماه به سمت مغزتون و وقتی دارین با حرکت دم نفس رو از سمت قلبتون به سمت مغزتون میکشین، حس کنین یک لایه نورانی، یک خط نورانی رنگ رو از سمت قلبتون به سمت مغز میکشین. این نور میتونه نور سفید یا طلایی باشه. با من تکرار کنید. 2 ثانیه این نور رو توی مغزتون نگه دارید و 4 ثانیه به صورت بازدم یک نور سیاه یا یک دود سیاه رو به بیرون بدید. دوباره تکرار میکنیم. چندین بار این کار رو بکنید، 3 بار یا 4 بار، فرقی نداره، بیشترم اوکیه. احساس سبکی و آرامش کن. ممکنه گرما، مرمور یا سبکی در بدنت حس کنی. وقتی داری این تنفس انجام میدی، میتونی همون لحظه به یه لحظه عاشقانه که تو زندگی تجربهش کردی فکر کنی. این لحظه میتونه لحظه عاشقانه با مادرت، پدرت، فرزندت، همسرت یا هر چیزی باشه. خوبه که این لحظه رو توی ذهنت تصور کنی.
وقتی که حس مرمور یا سبکی توی بدنت داشتی، این نشونه اینه که یک جریان انرژی جدید توی بدن تو پیدا شده. تو با ناخودآگاهت همکاری کردی تا همه طلسم ها، سحرها، دعاها و همه جادوهای قدیمی، همه غیر ارگانیک ها و انرژی های منفی، احساسات گیر افتاده رو آزاد کنی. اگر طی این فرآیند تغییری حس کردی، توی کامنت بنویس که چه تجربه‌ای داشتی. اگه دوست داری ویدیوهای بیشتری درباره پاکسازی و کاربای موشن کد ببینی و حرفه‌ای‌تر طلسم‌های عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر رو پاکسازی کنی، با من باش. کانال رو سابسکرایب کن و با من توی این مسیر رهایی و نور پیش بیا. بدرود.